گروهی 180 نفری حاجیان توجیک امروز 21 آگوست توسط هواپیمای توجیک ایر از شهر مدینه عربستان سعودی به دوشنبه رسیدند. خیلی خوب بود سفرمان. ما از جای رفتگیمون خیلی شاد هستیم که ما را خداوند به آن خاک مقدس، به آن جایهای بهترین که پیغمبران ما در آنجا قدم گذاشته بودند و ما قدممون را در آنجا رسانیدیم. خیلی شاد هستیم. در فرودگاه بین المللی دوشنبه حاجیان توجیک را نمایندگان کمیته دین و پیوندان پیشواز گرفتند. امسال از تاجیکستان حدود 5000 نفر به زیارت خانه خدا مشرف گردیدند. بازگشت نخستین حاجیان شام 20 آگوست در خوجند صورت گرفت. این معرکه تا 2 هفته دیگر یعنی تا 1 سپتامبر ادامه خواهد کرد. در جریان ادای مناسک حج امسال 3 زائر توجیک جان دادند و هر سه را در قبرستان مکه به خاک سپردند. مقامات که نام و نسب آنها را رسانه‌ای نکردند تنها سبب مرگ آنها را بیماری ارزیابی نمودند. پیشوازی حاجیان زیر نظارت کارمندان حفظی حقوق انجام شد که آنها انبوه پیشوازگیرندگان را با حاجیان در درآمدگاه فرودگاه در یک فاصله نگاه می‌داشتند. در حالی که تحلیلگران میگویند خرج سفر حج در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر آسیای مرکزی گران است، اما مقامات توجیک میگویند حاجیان وابسته به صرف مبلغ شرایط بهتری خواهند داشت. بهترین قبولگاه همه جا نقص قبول کردند، نقص پیشواز گرفتند، بهترین. امسال از سراسر جهان نزدیک به 2 میلیون مسلمان در مراسم حج اشتراک کردند. سهمیه سالانه تاجیکستان برای حج بیش از 6000 است، اما امسال شماره آنها کمتر بود. در پی یک قراری 4 سال پیش مقامات توجیک تنها شهروندان از 40 ساله بالا حق سفر به مکه و مدینه را دارند. بر علاوه آنهایی هم که یک بار حج کردند نمیتوانند دوباره سفر کنند. وقت‌های اخیر برخی از ساکنان مبلغ‌های برای حج جمع آورده خود را برای پول و راه یا ساختمان مکتب صرف می‌کنند. اگر شرایطش باشد هم حج کردن اومدن در کار، زیارت کردن اومدن در کار، هم همسایه را بکنند، هم کمبغلا یارdım کردن در کار. حج برای هر مردم مسلمان حداقل یک بار در زندگیش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض است.